جوان به بیماری سخت گرفتار شد. لحظه ای که در کت بیماری خوابیده بود، فرشته به نزدش آمد و گفت: ای جوان، راه بهشت را انتخاب میکنی یا راه عمر را؟ جوان گفت: بهشت. فرشته گفت: پس 3 قدم به سوی بهشت گذار. هنگامی که جوان قدم نخستینش را گذاشت، صدای گریه به گوشش رسید و گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: این صدای دوستان و خویش و توارانت است که تا 40 روز تو را عزاداری میکنند و بعداً تو را فراموش میسازند. جوان قدم دومش را گذاشت. صدای گریه بلندتر به گوشش رسید و گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: صدای گریه همسرت است که تا 1 سال تو را عزاداری میکند و بعداً تو را فراموش میسازد. جوان قدم سیومش را گذاشت. صدای گریه بلندتری که جان جوان را میسوزاند به گوشش رسید و گفت: این صدای گریه کیست؟ فرشته گفت: صدای آن نفر است، صدای آن ذات است، صدای آن شخص است که تا نفس آخرین در غم تو می سوزد و تا جان را بر حق می سپارد تو را فراموش نمی سازد. صدای مادرت است. جوان میگوید: نمیخواهم که پیش از مادرم بروم و مادرم را در غم خودم آب و ادا سازم. نمیخواهم که مادرم مرگ فرزند را، جان فرزند را دیده باشد. نمیخواهم. مقصد از روایت این حکایه، این قصه در چیست؟ در حقیقت نیست ذاتی که مانند مادر باشد که برای فرزند غمخوار مونس باشد. یگان مادر نمیخواهد که بر پای فرزندش خاری خلد. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. 1 حرف و 2 حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. دوستان عزیز، مادران را دوست دارید، به قدرشان برسید. حمد و ثنا به مادر، حمد و ثنا به مادری سرفرزند تاجیک، حمد و ثنا به فرشته زمینی و آلیه زندگی و سرچشمه حیات. قربان نام مادر شویم. از همه در روی عالم غم برارم مادرم، مثل گل اندر چمن باغ و بهارم مادرم. نک سرشت و نک سخن دایم بود همراه من، لحظه دور گرداندم بی مدارم مادرم. امروز که وقت داریم، امروز که فرصت داریم، بیاید به قدر مادران خویش برسیم، حالا که دیر نشده است. لحظه ای که دیر می شود از من و شما دیده بیکس‌تر و بیچاره‌تر در روی عالم یافت نمی شود. به قدر مادران خویش برسیم.
آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرات تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعری، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند، می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیراتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.